به نام خدا سلام. تو این جلسه از آموزش نرم افزار مطلب می‌خوایم به حل سیمبولیک معادلات دیفرانسیل بپردازیم، یا میشه هم گفتش که حل تحلیلی معادلات دیفرانسیل. خب یه مرور کوچیکی رو با هم دیگه داشته باشیم. گفتیم که معادلات دیفرانسیل رو معمولاً می‌ایم به این دو دسته ODE و PDE تقسیم می‌کنیم. اگر یک فانکشنی داشتیم مثل y که فقط تابع یک متغیر مستقل بود، مثلا t یا x، این میشدش معادلات دیفرانسیل حاکم برش میشد معادلات ODE. اگر معادله‌ای داشتیم که اون تابع مثلا مثل u تابعی از x و t بود و هر دو مشتق در معادلات ظاهر میشد، این معادله PDE رو برامون میساختش. معادلات ODE رو میتونستیم به دو مدل یا دو دسته‌بندی تقسیمشون کنیم که بر اساس کاندیشنشون بودش. اگر فانکشن و مشتقات اون در یک لحظه زمانی مثلا یا در یک متغیر مستقل مقداردهی شده بودن، میشدش initial value problem. اگر در نواحی مختلفی مثلا فرض کنید اینجا مثلا x در لحظه t مساوی است با t صفر و مثلا x دات در t مساوی است با t صفر اگر مشخص بشه، این میشه یک initial value problem. یا مثلا اینی که به عنوان یک معادله تیر مثلا میشناختیدش و باندری value problem بود، مثلا w یا همون خیز تیر در مثلا فرض کنید که مکان صفر و مثلا حالا بسته به باندریش داشتیش که مثلا تتا مشتق w نسبت به x در لحظه صفر و از اون طرف مثلا همین مقادیر در لحظه در x مساوی است با l هم مشخص می‌کردیم که این میشدش که باندری value problem. احتمالاً هم یادتون هستش که به اوردر معادله نیاز بودش که شرط وجود داشته باشه. حالا اون شرط ها میتونستش باندری باشن یا اینیشل باشن. یه دسته دیگه از معادلات هم داشتیم که دیلی دیفرنشیال اکویشن بود. به این معنی بودن که مثلا اینجا الان مشتقاتمون همشون بر اساس x بود، اینجا بر اساس t بود. اگر فرض کنید، حالا من ببینم الان قلمم داره می‌نویسه، اگر اینجا مثلا یک y t داشته باشیم، مثلا حالا مشتق دومش مثلا اینجا، حالا من مشتق رو پایین نشون دادم، معمولا با دات نشون میدادیم وقتی زمان بود دیگه. به علاوه مثلا اینجا بودش مثلا y پریم t منهای t صفر اگر بود مساوی بودش با مثلا y مثلا فرض کنید که t منهای 2 تا t صفر، مثلا یه همچین چیزی بود. به این میگفتیم که دیلی دیفرنشیال اکویشن. ممکنه که با این دسته از معادلات آشنا نباشید، از اون بهش بر نخورده باشید، ولی خب حالا بدونید که همچین معادلاتی هستش. اون دیلی میتونه کانستنت باشه، میتونه تایم دیپندنت باشه، یعنی تابعی از زمان باشه، مثلا t2 باشه، میتونه تابعی از اون استیت دیپند باشه، یا مثلا تابعی از همون متغیرهای استیتمون، متغیرهای وضعیتمون، مثلا همون y1 y2 اینها باشه. خب بعد از این صحبت کردیم که مسائل ODE رو میشه تحلیلی حل کرد یا میشه نومریک حل کردش. نومریکمون دستمون خیلی بازتره، ولی بر تحلیلی خب یه سری محدودیت‌هایی رو داشتیم. حالا احتمالاً از درس معادلات دیفرانسیل، از درس‌های دیگه یادتون میاد که وقتی مسائلمون خیلی سخت میشد و به مسائل واقعی مهندسی نزدیک میشد، مجبور بودیم که به سراغ حل‌های نومریک بریم. یه چیزی این وسط هم وجود داره بین نومریک و تحلیلی یا انالیتیکال و نومریکال، و با میگم که سمای انالیتیکال که مثلا نیمه تحلیلی حالا بهش میگن. تا یه حدودیش مثلا این تحلیلی پیش رفته، یه سری محاسبات انجام شده، مثلا آخرش فرض کنید که یه انتگرال گیری عددی انجام شده، یا مثلا ترکیبی از این دو تا دیگه. یه چیز دیگه هم وجود داره انالیتیکال اپروکسیمیت که اون هم مثلا یه تقریبی توی حل در نظر، مثلا فرض کنید که یک سری در نظر گرفته شده، اون سری رو تا بی‌نهایت تا جمله میتونسته داشته باشه، مثلا 5 تا جمله اولش رو در نظر گرفتیم و حل رو باش پیش بردیم. به اونها میگن که analytical approximate solution. حالا شما نومریک و انالیتیکال رو بلد باشید، اون دسته‌ای که وسط اینا قرار میگیرن سمای انالیتیکال و انالیتیکال اپروکسیمیت رو احتمال زیاد خیلی راحت میتونه از وسطش بر بیاد. خب ما تو این جلسه به حل معادلات دیفرانسیل به صورت تحلیلی سیمبولیک میپردازیم. هم اینیشل ولیو پرابلم حل میکنیم و هم باندری ولیو پرابلم. خب اینی که من اینجا قرار دادم الان یه مثال کلاسیکی، حالا اگر این رو چیز کنه، یه مثال کلاسیکی از اینیشل ولیو پرابلم بود دیگه. توی ارتعاشات احتمال زیاد دیدیدش و باهاش آشنایی دارید. بریم داخل مطلب و حالا این تمرین‌های ساده رو با هم دیگه حل کنیم. من یه دونه لایو اسکریپت ایجاد میکنم. این رو حالا خوبه که مثلا همین اول کار سیوش کنیم. مثلا حالا من این رو دیگه، حالا برای اینکه چیز باشه، من این رو مثلا 16 یک سر سیوش میکنم و این رو هم مثلا به این شکل.
خب نیازه که یه CLC بنویسیم، یه کلیر بنویسیم. حالا اگر فیگری داشتیم کلوز رو هم می‌نویسیم. من مثلا می‌خوام معادله تعریف کنم، خب فانکشنی باید تعریف کنم دیگه. یه x t رو میام تعریف کنم. حالا مثلا همون مسئله که داشتیم می‌دیدیدش تو تصویر. خب می‌خوام یک درجه آزادی رو هم اول حل کنم. حالا EQN که معمولا مطلب با این معادلات رو نامگذاری میکنه، اکویشن، من معادله‌ام رو مثلا می‌نویسم به این شکل: مشتق دوم x. حالا اگر میخواد خیلی واضح باشه نسبت به t و 2 بار، اگر حالا براتون واضحه که دیگه t رو میتونید ننویسید، به علاوه مثلا kx بودش دیگه، این بودش mx دبل دات به علاوه kx. m و x رو الان m و k رو من الان یک در نظر گرفتم و این همینجا میشه میشه x. این اگر برابر با 0 باشه میشد یک فری وایبریشن، اگر حالا یه مقداری داشتش میشدش فورس وایبریشن. و این رو ما میتونیم با دیسالو بیایم خیلی راحت این رو حلش کنیم که EQN رو اینجا من وارد میکنم. خب این الان جنرال سولوشنش رو به من میده دیگه. اگر نیاز بود شرط اولیه ایمپوز بشه، من با شرط اولیه رو هم براش تعریف میکردم. حالا بذارید یه ذره اینو ما سخت‌ترش کنیم. من میخوام که اینجا حالا توی خط دیگه این کارم انجام بدم، یک M و K رو هم میخوام بیام تعریف کنم. یه ذره حالا مثلا سخت‌ترش کنیم. اینجا یک mx دبل دات میشه به علاوه مثلا kx. حالا ببینیم این رو حل کنه برامون. این رو الان حل کرد و فقط ما دوست نداشتیم به این فرم ای به توانه برسه. مشکلش احتمالاً اینه که نمیدونه منفی km یک عبارت منفی میشه، km مثبت منفیشه که عبارت منفی میشه و این مهمه میشه و این exp ها تبدیل به سینوس و کوسینوس میشه. من اینجا میتونم حالا یه اسیوم میتونستم استفاده کنم یا همینجا میتونستم مثلا براش مشخص کنم که این پوزیتیو هستش و این رو ران میکنم. الان منطقی تر شدش. خب تو گام بعدی بیایم مثلا شرایط اینیشیل کاندیشنش رو یا کلا شرایطش رو بهش بدیم. خب من حالا اسمش رو میذارم IC. این معادله چون مرتبه 2 هستش 2 تا شرط اولیه نیاز داره، پس من درایه اول و درایه دومش رو باید بیام مشخص کنم. حالا شاید اینجوری خلاصه ترین حالت نوشتار بشه. خب درایه اولش مثلا فرض کنید که میشه، مهمم نیست کدومش رو اول مثلا فرض کنید که من می‌نویسم که مکانش x مثلا 0 برابر است با یک x صفری به این ترتیب. حالا همین چیزایی که مثلا توی چیز میدیدیدش دیگه. من یا اینجا x صفر هم میام سیمبولیک تعریف میکنم، یه x دات رو هم میام تعریف میکنم مثلا اینجا که حالا سرعت اولیه بشه. و بعدش نیاز دارم که بگم که مشتق این رو، این دوتا ببخشید مساوی میخواد، آخرش هم سمای کالر میخواد. بعد باید بهش بگم که مثلا مشتق x در نقطه 0 رو بیا برابر با x صفر قرار بده. این حالا یه ذره مثلا ما این رو جدا بنویسیم هم از نظر نوشتاری بهتر و زیباتر میشه، همون که راحت تریم. من پس میام این رو مثلا می نویسم که دیف x، حالا تی که هیچی، یکش هم نیازی نیستش بنویسیم، پس خیلی خلاصه به این شکل میشه. سمای کالن رو انتهاش میذارم و بعدش اینجا حالا خیلی شبیه به این، حالا من این رو کپی کنم که سریعتر پیش بریم. میایم اینجا مثلا xt رو در لحظه 0 برابر قرار میدیم با x دات مثلا و این رو هم انتهاش سمای کالن رو میذارم. اینجا هم بعد حالا این اینیشیل کاندیشن رو بهش معرفی کنم دیگه. ورودی بعدش همون شرایطش میشه و ما این رو الان ران میگیریم و خب این داره به درستی این پاسخش هستش واقعا اگه ازش سوال شده یادتون بیاد. حالا اینجا مثلا فرض کنید تو خیلی از مسائل ارتعاشات یا مثلا f0 سینوس مثلا یه چیزی هم داشتیم، یه f0 رو هم اینجا من تعریف کنم. حالا مثلا f0 بزرگ، مثلا فرض کنید که اینجا من یک f0 سینوس یا کوسینوس رو هم میام تعریف کنم. f0 مثلا ضرب در سینوس حالا اومگا تی معمولا بودش دیگه. حالا فرض کنید که اومگامون یکه، من اگر یک تی بذارم خب این دوچار چیز میشه دیگه، رزونانس میشه. مثلا من این رو فرض کنید حالا 2 تی مثلا میذارمش. حالا بازم میتونید چکش کنید بعدش که مثلا پاسخش چی میشه. حالا یه ذره حالا بیشتر رفتش طول داد و اینها. الان احتمالاً مشکلش اینه که شاید چون من چیزاشو ندادم، میخواد یک پاسخ کلی رو خروجی بده که بر حسب این ام و کی مثلا بخونه و احتمال میدم که الان این مشکل هستش. من حالا فرض کنید که اینجا این رو بردارم، اینها همون یک باشه، احتمالاً الان پاسخ جمع جورتری رو به ما میده. یه جواب کلی رو احتمالاً میخواستش بده که اگر رزونانس هم اتفاق میافتاد جواب میدادش دیگه، چون من ام و کی داده بودم حواسم نبود که اون یک نیستش. و پس الان یه پاسخ خیلی ساده تری رو به من خروجی داد که میبینید دیگه این پاسخ رو. خب
دستگاه هم خیلی شبیه به هم، هیچ فرق خاصی نداره از نظر ورود. اینیشل کاندیشناتون بیشتر میشه، دستگاهتون هم معادلاتتون بیشتر میشه. حالا بیاید بریم همون چیز رو با هم دیگه حل کنیم. خب همون دستگاهی که اونجا دیدیم، مثلا اگه x1 رو نیازه من مشخص کنم، میتونید مثلا از x و y استفاده کنیم. حالا من همون رو استفاده میکنم، شاید باش آشناتر باشید. یه ذره حالا این نوشتارمون یه ذره سخت‌تر میشه. این از این x و y رو تعریف کردم. حالا فرض کنید که اون اولش نمیخوایم چیز کنیم. حالا equations هم وقتی میشه معمولا به این شکل می‌نویسنش. حداقل تو نوتیشن های مطلب به این شکل هستش. این یکش مثلا و این هم 2 رو مشخص میکنم. خب حالا اینجا مثلا فرض کنید همون دستگاه رو بخوایم بنویسیم، یا بیایم اینجا مثلا با هم دیگه یه بار من بنویسمش. این مثلا این رو میخوایم بیایم بنویسیم. معادله اول به این شکل میشه که x دبل دات 1، حالا یه دونه هم m1 داره، به علاوه k1 در x1 منهای k2 در x2 مساوی میشود با 0. حالا اینجا چون چیزی نداره، اینجا میشه مثلا m2 در x دبل دات. حالا من این عکسم هم تصویر رو هم بیارم این ورتر، شاید بهتر باشه. به علاوه اینجا میشه k2 در x2 مساوی است با 0. این فنر واسطه با اینجا با منفی مشخص میشدش که تو معادله اولیه این فنر واسطه هستش و اون هم که خب بهش وصله دیگه. و این معادلاتمون به این ترتیب شدش. بریم همین رو داخل مطلب وارد کنیم. حالا من معادله اول مثلا حالا m رو هم اگر بخوام وارد کنم میتونم ها، ولی یه ذره حالا جوابم شلوغ میشه. بذارید اینو هم وارد کنم. پس من یه سیمزی رو تعریف میکنم، m1 m2 k1 و k2 به این ترتیب. پس میام اینجا مینویسم m1 x دبل دات رو هم میتونم یه جای دیگه تو خطی تعریف کنم، ولی حالا دیگه زیادی یه معادله ساده رو خیلی طولانی اون وقت میخوام حلش کنم. به علاوه مثلا حالا k1 در x ببخشید اینجا هم باید یک مثلا میذاشم. شاید بهتر باشه که من واقعا اون یکی رو بیام y تعریف کنم، به نظرم راحت تر میشه، نوشتن هامون راحت تر میشه. این x خب 2 بار و اینجا این و میشه منهای k2 ضرب در y که حالا این هم باید بشه y t دیگه. من حالا برای اینکه سریع‌تر پیش بیاد بریم این رو هم می نویسم. اینجا اول از همه مساویه با 0 و سمایکالن هم میخواد، این هم مساویه با 0 و سمایکالن رو میذارم. اینجا خب میشه اول از همه این میشه y، بعد از اون این میشه مثلا 2 و دیگه چی داشتیم اینجا میشد به علاوه k2 در y. ببینم درست نوشتم. بله k2 در حالا y که اونجا هم میشدش منهای k2 در y. به این ترتیب فکر میکنم الان درست نوشتم. بعد 4 تا الان نیازه که من شرط اولیه وارد کنم. پس IC رو مثلا از 1 تا 4 میام مینویسم به این ترتیب که اینو الان من نوشتم. حالا من این مدلی شاید می‌نویسم، شما یه جور دیگه شاید خواستید بنویسید. بعد حالا اینجا مثلا من میام xt رو به این شکل از خطای قبل ترش مشخص کنم که راحت تر کار کنیم. این میشه مشتق x، حالا کاما t یا میتونیدم نذاریدش دیگه، بعدش اینجا سمایکالن. من این رو میام جلوترش تعریف کنم که دیگه خیلی نریم پایین. این رو هم می‌نویسیم دیف مثلا y و سمایکالن به این ترتیب. و بعدش حالا میام این چیزها رو می‌نویسم، initial condition ها رو می‌نویسم. مثلا x صفر فرض کنید مساوی می‌شود به حالا یه مقدار مثلا x صفری که اینجا پس نیاز هستش که من در ادامه حالا اگر می‌خوایم منظم تر بنویسیم این رو هم من میتونم اینجا یه x صفری و یک y صفری رو هم تعریف کنم که راحت تر مثلا این رو بنویسیم. خب این x در این، بعدش اینجا من یه xt دارم حالا با اون نوشتارم. اینجا مثلا فرض کنید که x دات میخواد که حالا من میذارمش 0 که حالا سریعتر و راحتتر این خروجیامون رو بگیریم. اینجا مثلا y 0 رو من قرار میدم برابر با y 0 تعریفش کردیم، سمایکالن، اینها رو هم سمایکالن هاش رو بذارم و اینجا میشه اون y t
وای تی مثلا 0 مساوی شدش با 0. حالا دقت که کردید اینها در یک زمان هستن دیگه. این دوتایی که مال یک معادلن باید در یک زمان باشن، ولی حالا اینها رو من تغییر میدم که میبینید که نیازی ندارن که همشون در یک زمان باشن. خب این که الان تا حالا فقط هیچی وارد کردیم و سینتکسمون اشتباه نبودش. دیسالو رو کدش رو می نویسیم. خب equations رو میخواد که حالا همین چیزی که من نوشتم اینجا، و بعدش conditions رو میخواد که حالا ما این رو با IC مشخص کنیم. این مثلا initial condition. خب اگر من سمایکالن رو نذارم اون نتایج رو به من نشون میده دیگه. من همین رو الان انجام میدم و نتایج رو به ما نشون میده و اینجا دوباره یک پازیتیو رو اینجا ما شاید نیاز داشته باشیم تا یه مقدار جمع و جورتر نشون بده. خب این اتفاق افتاده، یه مقدار جمع و جورتر و بهتر الان داره پاسخ رو به ما میده. خب میدونیم هم که این ترماش تقریبا زیاد میشه دیگه. حالا همینجوری که اینجا میبینید ما میتونستیم مثلا یه سری کارها بکنیم که این باز ساده تر و اینها هم بشه، ولی حالا به نظر من نیازی نیستش دیگه این کار بخواد انجام بشه. یه ذره بعضی جا فرمش رو بد نوشته دیگه. الان مثلا این رو میبینید دیگه، یعنی رادیکال کائمم رو اینقدر اومده طولانی نوشته که واقعا به اینها دیگه نیازی نبودش. خیلی راحت میتونستش یه رادیکال رو بذاریم، دوتا رو داخل یک پرانتز بنویسه. خیلی مثلا طولانی و چیز نوشته. میتونید از سیمپلیفای و اینها استفاده کنید، ولی معمولا حالا سیمپلیفای مطلب خیلی مثلا جوابهای خیلی مثلا عالی و شگفت انگیزی بهتون نمیده. معمولا حالا همون رو دوباره خروجی بهتون میده یا یه کوچولو تغییرش میده. خیلی معمولا پیشرفت آنچنانی نداره. یا میتونستید این رو بیاد مثلا یک سول تعریف کنید. حالا اگر تو ورژن های دیگه هستید که سول مثلا سولوشن مثلا میتونید بیاید با استراکچرش کار کنید. مثلا اینجا دات فیلد های مختلف رو میتونید ازش بگیرید. حالا من این رو همینجوری می نویسم. مثلا این فیلد های مختلفش اینجا بر من باز میشه که این فیلد Xش و اینجا اون فیلد Yش رو میام خروجی میگیرم که حالا به این ترتیب هم میتونیم این خروجی ها رو بگیرید. حالا یه ذره نحوه نمایشش متفاوت شد دیگه اگر دقت کنید. حالا شاید مثلا با این مدل نوشتن راحت تر باشید یا مثلا بیشتر بپسندیدش. حالا اینها رو براتون محاسبه کرده. میتونستیم هم یه سری شرط‌های ساده تری رو براش بذاریم. مثلا اینجا رو هم اگر صفر میذاشتیم شاید مثلا این باز خیلی ساده تر شد که حالا زیادی ساده شد چون فنرش چیز بودش. من این رو صفر میذارم که حالا مثلا الان یه ذره باز جمع و جورتر شدش معادلاتمون. خب پس این هم از دستگاه معادلات دیفرانسیل معمولی با شرایط اولیه. خب بریم یه دونه باندری با هم دیگه حل کنیم. پس دیدید که چیز خاصی نداشتش. حالا به نظر من این سینتکسی هم که نوشتیم خیلی خوبه، خیلی ساده و جمع و جوره. خب من حالا صفحه‌ام رو هم پاک میکنم. بریم یه دونه مثلا چیز حل کنیم با هم دیگه، باندری ولیو پرابلم حل کنیم. خب حالا اینجا نیازه که سیمز تعریف بشه. مثلا الان این دفعه میشه y(x). حالا اینها من میذارم براتون برای اینکه بهتر مثلا درک کنید. معمولا اینیشیال ولیو پرابلم ها مسائل دینامیک هستن و باندری ولیو پرابلم ها معمولا مسائلی هستن که توی یک ناحیه برقرارن و مثلا مسائل تایم ایندیپندنت هستن. معمولا باندری ولیو ها من اینجوری میذارم که بهتر براتون. کلاسیکش هم به این شکل، ولی خب موارد خاصی هم رخ میده که حالا یا اسم متغیرها رو جابجا میذارن، متفاوت میذارن، یا مثلا تو اون فیلد خاص مثلا حالا میگم مثلا دیدید بچهای برقی سعی میکنن که به جای یک مهمی رو به جای آی جی بذارن. معمولا حالا ما مکانیکا معمولا هم آی میذاریم، ولی خب میگم تو بعضی از کتاب‌ها اینا ممکنه که حالا با سینتکس یا نحوه نوشتار یا نوتیشن متفاوتی ببینید. خب اینجا من این رو تعریف میکنم. حالا میتونستیم هم این رو مثلا اون چیزه باشه، مثلا اون تیره باشه، WX تعریف میکنم. بریم مستقیم همون مثلا تیره رو با هم دیگه حل کنیم. اینجا نیازه که مثلا بنویسیم که مشتق چهارم W، حالا خیلی کامپکت من اینجا نوشتم که حالا یه EI هم داشتش. حالا بذارید اینجا هم مثلا بیایم مشخص کنیم سیمز که در این حد ساده رو میتونه این چیز کنه. E و I رو من براش این سیم ها رو تعریف کردم و اینجا میشه E times I. مثلا EI مشتق چهارم EI مشتق چهارم مثلا W به علاوه مثلا اگر یادتون باشه حالا اگر هم مثلا بار چیز نداشتش که این دیگه میشدش مساوی است با Q(x) دیگه. ببینم دارم درست میگم.
ای آی مشتق 4 مساوی است با یک کیوی ایکسی. حالا این هم یک کیوی برش در نظر میگیریم دیگه. حالا یه چیز ساده مثلا سینوس اکس. این شدش از معادله. من دوباره حالا این رو یادم رفته بودش که این رو اینجوری کنم تا خودش وارنینگ میده بهتون مشخص میشه. خب این الان باندری ولیو پرابلم همو نوشتم. چون معادله مرتبه 4 هستش من 4 تا شرط مرزی رو نیاز دارم. پس اینجا از 1 تا 4 رو می نویسم. حالا برای اینکه اینجا هم یادم نره مثلا این رو هم اینجوری به این شکل می نویسم که سریعتر حالا پر کنیمش. یعنی من الگوریتمش رو انگار نوشتم و اینجا الان سریعتر پرش میکنیم. اینجا 4 اینجا 3 و اینجا 2. خب من احتمالاً مشتقات مثلا اول رو هم حداقل نیاز دارم دیگه. پس میام اینجا WX رو هم بر خودم تعریف میکنم که میگم که دیف مثلا اون W نسبت به X که یک هم هستش دیگه. حالا چیزی نیاز نیستش بنویسیم سمایکاله. خب اینجا مثلا ولیوش رو بهش میدم. مثلا میگم که W 0 برابر با 0 باشه. مثلا تیر 2 سرگیر داره فرض کنید. WX هم که حالا همون شیبش میشه در نقطه 0 برابر با 0 بشه. اینجا مثلا فرض کنید که W مثلا Lش، حالا من یک L رو هم میتونم بیام بالاتر تعریف کنم، برابر با 0 باشه و W X در نقطه Lش هم این هم برابر با 0 بشه که تیر 2 سرگیردار تعریف کردم. L رو هم اینجا تعریف میکنم برای اینکه تا جایی که میشه اینها رو هم برامون ساده و کامپکت بنویسم، براش پوزیتیو بودنش رو هم مشخص میکنم. این از شرطا مشخص شدش. دی سالو رو فراخوانی میکنم. EQN مثلا یا EQN رو، حالا من برگشتم دوباره به اصل خودم، معمولا مطلب این رو EQN مثلا مینویسه و EQ هم راحته. و بعد از اون کاندیشن رو میخواد که حالا من توی BC این اسم رو گذاشتم و این رو میتونیم حل کنیم. حالا اگر دقت کنید یک نوتیشن دیگه هم داشتیم که تک تک معادلات رو هم بهش بدید، ولی دستگاه بدید به نظر من راحته. حالا ما که اینجا یه دونه داشتیم و این رو میذاریم که حل کنه برامون. خب این رو الان حلش رو احتمالاً میدونید دیگه. احتمالاً به همین فرمه. حالا فرض کنید که ما یه چیز ساده اینجا x بذاریم که دیگه این رو حلش رو دیگه خیلی راحت تر میدونید و یه همچین حلی رو میده واقعا بهتون. اگر یادتون باشه چند جمله میدادش و درجهش هم کامل میخوره دیگه، چون 4 بار اومده انتگرال گرفته. x 5 باید اینجا ظاهر بشه چون اینجا خودش x هستش و این هم میخوره همه چیز درسته. یا میتونیم مثلا کانستنت هم میتونستید بهش بدید و چکش بکنیم. مثلا اینجا بعضی وقتا یک پی کانستنت میدادیم دیگه. حالا مثلا فرض کنید که اینجا یک پی بدیم و اینجا رو هم بیایم مثلا براش مشخص کنیم. حالا این مثلا اون اگر یادتون باشه PL3 تقسیم بر 4 EI رو میتونه برامون در L مساوی است با X ببخشید X مساوی است با L بهمون خروجی بده. فکر میکنم باید همین بشه و درست باشه، چون این دوتا احتمالاً باید با هم دیگه چیز بشن. PL3 تقسیم بر 3EI فکر میکنم باید میشدش. نباید الان مشکلی وجود داشته باشه. حالا میتونیم این رو هم چکش کنیم که مثلا ما این سولوشن رو، حالا من اینجا مثلا اسمش رو بذارم سال و بهش بگم که این یه سابستیتوشن انجام بده، سابز رو انجام بده در این عبارت و به ازای هرچی x داریم رو با L بیا جایگزین کن و ببینیم که این چی میشه. که البته ببخشید من این الان تیر 2 سرگیر داره، درست میگه همین این چیزی که این نوشته میشه. من داشتم معادلش رو با تیر 1 سرگیر دار به اشتباه مقایسه میکردم. حالا اون شرطاش رو اگر میخواستیم بعد متفاوت بذاریم دیگه. مثلا اگر بخوایم 1 سرگیر دار بذاریم توی اون سر مکان رو که چیزی نداریم، ممان رو داریم و برش رو داریم. پس اینها رو باید بیایم تا مرتبه بالاتر تعریف کنیم. مثلا این میشه 2 تا و این میشه 3 تا که این اینجا میشه 2 تا و این میشه 3 تا و بعدش نیاز هستش که بیایم اینها رو به این شکل تعریف کنیم که مثلا ممان برابر با 0 و از این طرف برش برابر با 0. اینها رو اگر به این ترتیب بیایم وارد کنیم، باندریش رو هم بدیم و حالا اون کاری هم که من کرده بودم رو بهش انجام بدیم. سابز مثلا سولوشنمون هرچی x هستش رو با L بیا جایگزین کن
و حالا پاسخ اینه و این هم میشه چرا داره اذیت میکنه؟ ممان اینجا ممان مشتق دوم بودش، برش مشتق سوم بود تا جایی که یادمه. برش شاید مشتق چهارم میشد، نه مشتق سوم برش. و یک سرگیر داره و اون سرش الان باید فری باشه، هرچی x رو بیاد با چیز جابجا کنه. PL4 تقسیم بر 8EI اینجا بارش گسترده هستش. من الان اینجا بار گسترده گذاشتم. حالا اگر تو چیزتون چک کنید فکر میکنم همین بودش، PL4 تقسیم بر 8EI برای بار گستردهش بودش. اگر میخواستیم بار نقطه‌ای بذاریم باید این رو توی شرایطش میومدیم اعمال میکردیم. اینجا رو من باید 0 میذاشتم و میگفتیم که برش در اون نقطه انتها برابر با پیه. حالا این رو هم با هم دیگه بگیریم که اون PL3 فقط 4 تقسیم بر 3EIش ظاهر نشد. مقدار برش رو اینجا من یه EI هم داره، یک EI باید داشته باشه. فکر میکنم همینجوری بودش در مشتق سوم. PL3 تقسیم بر 3EI بالاخره محاسبه شد و اون منفیش هم درسته دیگه. حالا این هم از این مثال هایی که من یه لحظه مثلا تو ذهنم میاد و ممکنه که یه ذره حالا تا نوشتنش یه ذره طول بکشه و شاید اذیتتون کنه، معذرت میخوام. خب پس این باندری ها رو گذاشتیم، مرزها رو براش مشخص کردیم، انواع حالا مثال ها رو هم حل کردیم دیگه که این الان بار گستردهش 0 بود. میتونید حالا چک کنید که بار گسترده داشتش. اغلب اون چیزایی که دیدید رو میتونید با این یه چکی بکنید و کمکتون میکنه. حلاشو که بلدید و اینها رو باز چک میکنید که مثلا دابل چکی بشه و بدونید هم که دارید درست حل میکنید. خب ممکنه که حالا از این چیزایی که من گفتم فراتر نیاز داشته باشید یا نیازاتون فراتر از این چیزایی که من گفتم باشه. میاد خیلی راحت از توی دی سالف solve system of differential equation. حالا ما برای ما برای boundary value problem یه دونه حل کردیم، سیستم نبودش، ولی برای initial value problem چند تا حل کردیم. میبینید که در ساده ترین حالتش همون EQN رو میگیره و بعدش کاندیشن رو، حالا چون مشخص نیست initial condition یا boundary condition یا نوشته condition، حالا اس هم میذاشته حتی به نظرم بهتر میشدش. و بعد از اون نیم و ولیو رو گرفته، یا اینجا مثلا اگر خروجی های مختلف داشته میتونیم اینجوری لیستش کنیم که دیگه مثلا استراکچر بهمون خروجی نده. خب این نیم و ولیو شاید برامون مهمترین چیز باشه که میتونید بیاید این پایین مثلا ببینید که چه نیم و ولیو هایی داره. اکسپنشن پوینت رو مثلا داره، ایگنور انالیتیکال کانسترینز رو داره که مثلا میگه که اون قیدهای انالیتیکال رو در نظر نگیر. شاید مهمترینش این باشه که ایمپلیسیت هم بهتون جواب رو میده، این دنبال جواب اکسپلیسیت نیستش. ایمپلیسیت هم به همین ترتیب دیگه، یعنی که مثلا یک فانکشن فرض کنیم مثلا خروجی بهتون اینجوری میده x2 t مساوی است با حالا یک تابعی از مثلا t، یعنی دیگه خود xt رو بهتون خروجی نده، یک فانکشنی از تابع رو مساوی است با یه چیزی بهتون خروجی داده. ایمپلیسیت هستش، احتمالاً حالا خیلی خوب باهاش آشنایی داره. اینجا حالا روش‌های مختلف یا حالا الگوریتم حلش رو گفته و یه سری راهنمایی‌ها رو هم براتون انجام داده که حالا احتمالاً مثلا میدونید دیگه خیلی از مسائل رو نمیتونه حل کنه. حالا بیایم مثلا یه ذره سر به سرش بذاریم، همین معادلمون رو یه ذره سختش کنیم، یه ذره ها سختش کنیم. من بستم کدم رو، یه ذره همین رو سختش کنیم. مثلا فرض کنید که اینجا یه دونه توان 2 شد دیگه، حالا آسون تر از این من چیزی به ذهنم نرسه. حالا این رو هم حل میکنه. اینجا مثلا یه دونه همین W به علاوه W هم بکنمش، این به علاوه هستش، اینو دیگه نباید احتمالاً بتونه حل کنه. Unable to find symbolic solution، خیلی چیز ساده ایه ها. حالا این رو اگر بردارم احتمالاً بتونه حلش کنه، این رو میتونه احتمالاً حلش کنه چون یک معادله خطیه، ولی هرچند که حالا پیچیده شد ولی این رو نمیتونه حلش کنه. خیلی هم معادله تقریبا ساده ای هستش، میبینید هیچ چیز خیلی خاص و عجیب غریبی نداره. پس بنابراین خیلی وقتا مجبور میشیم که بریم سراغ حل‌های
عددی یا همون نومریک سولوشن. پس بقیه اطلاعات رو هم میتونید توی داکیومنتیشن نگاه بکنید. امیدوارم که براتون مطالب این جلسه مفید بوده باشه. خدا نگهدار.